ای ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك ولا أبالي. چقدر کریم است، مهربان است. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شنوندگان گرانقدر، در این روزها بالخصوص، اگرچه در همه اوقات ولی بالخصوص در این ایام، ضرورت بیشتر به این دیده میشه که به سوی توبه و استغفار رو بیاریم. و این موضوع را اگرچه دوستا پیشنهاد کردن ولی مناسب دیدم که در این موضوع چند حرفی در حضورتان به توفیق الله ذوالجلال تقدیم کنم، به امید ای که الله اول توفیق توبه و استغفار به خودم نصیب کنه و ثانیاً به شنوندگان گرامی. دوستان عزیز، بزرگترین و بلکه گرانترین باری که به سر شانه های خوددار ما و شما او گناه هاست و کثرت ذنوب و زیادت گناه ها سبب قهر و خشم و غضب الهی میگرده. الله ذوالجلال میفرماید که فلما آسفونا انتقمنا منهم، هنگامی که ما را به خشم آوردن از اینها انتقام گرفتیم. فاغرقناهم اجمعین، پس همه آنها را غرق کردیم. امتهای گذشته هم وقتی که الله را به قهر و خشم در آوردن، سرکشی و گناهایشان زیاد شد، الله جل شانه داستانهای اونها را به همین خاطر بیان میکنه که اونها هم امتها بودن، ولی وقتی که سرکشی کردن از اوامر الله، به سوی الله رجوع نکردن، سرکشیشان باعث هلاکت و تباهیشان گردید. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. يا اقوامك ذکر میکنه، یعنی عاد و ثمود هم هلاک کردیم. شما خودتان جاهای بدوباش اونها را میبینین. شیطان اعمال اونها را برشان آراسته نشان داده بود، سرکشی کردن از اوامر الله. و این چنین قارون، فرعون، هامان، همه اونها الله میفرماید فکلا اخذنا بذنبه، همه اینها را به سبب امو گناهانشان ما اینها را گرفتیم، مؤاخذه کردیم. کسی را به باد تیز و کسی را به سنگریزه هایی که از آسمان به سرشان بارید و کسی را غرق کرد. همه چی بود؟ گناه بود که مورد خشم الله قرار گرفتن، مورد غضب الله قرار گرفتن. الله ذوالجلال با وجودی که در دنیا گاهی به انسانها جزئی سزای او گناهانش نشان میده، اگرچه گناه ها موجب تمام مصائب دنیوی و مصائب اخروی میگردن، مصائب زیادی را گناه ها به بر میاره، ولی الله ذوالجلال به همه او گناه ها انسان مؤاخذه نمیکنه در دنیا، لیذیقهم بعض الذی عملوا. ورنه همه مصیبت هایی که میاد به سر انسان، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، به سبب همین گناه هاست، ولی انسان الله به بعضی از اونها مؤاخذه میکنه تا اینکه انسان به سوی الله بر بگرده، رجوع کنه، لعلهم یرجعون. این رجوع را استغفار گفته میشه، که به سوی الله برگردیم، به سوی الله رجوع کنیم. و این دنیایی که الله در دنیا، ای عذابی که در دنیا میچشانه، ولنذیقنهم من العذاب الادنى، از عذاب نزدیک یعنی در دنیاست،
ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. عذاب اکبر خو عذاب بزرگ و عذاب اخروی است، خو از او کمتر است. صرف به خاطر چیز لعلهم یرجعون، که به سوی الله برگردن، به سوی الله رجوع کنن، توبه کنن. وقتی که انسان به سوی الله برگرده و توبه کنه، به اون صورت است که باز الله ذوالجلال غفور و رحیم و مهربان انسان مورد بخشش و مغفرتش قرار میده. و ایرا خوب باید بدانیم که هر یکی ما و شما بارهای زیادی از گناه را بر شانه های خود داریم و در اینجا امروز آمدیم ما به یکی این نقطه ها را تکرار کنیم، باعث این شود که ما و شما توبه کنیم به درگاه الله ذوالجلال، گناهانمان به پیشگاه الله ذوالجلال پیش کنیم و از الله ذوالجلال مغفرت طلب کنیم و بخواهیم که ای الله، به اون شکلی که در دنیا به سر گناههای ما پرده انداخته، به این شکل ای الله در روزی که با تو ملاقات میکنیم، با تو روبرو میشیم، تو گناهان ما را مورد عفو و بخشش خود قرار ده. الله ذوالجلال، الله کریم و مهربان، به این شکلی که در دنیا ما و شما را از رسوایی نگه داشته و گناهان ما و شما را پوشانیده، پرده انداخته، در روز ملاقات با او هم الله مورد عفو و بخشش خود قرار بده. و عفو خواستن این توصیه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه رضی الله عنها حتی در شبهای لیلة القدر الله ذوالجلال ماه مبارک رمضان و سر ما و شما در صورت برسانه که از این ابتلا و امتحان هم نجات یافته باشیم و رمضان به شکل روزه بگیریم که مورد ما موجب بخشش گناه های ما و شما بگرده. پرسید که ما اگر شب قدر را دریافت کنم ای رسول الله کدام دعا را بخوانم؟ برش فرمودن که این دعا را زیاد تکرار کن که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای الله تو بسیار بخشاینده هستی، مهربان هستی و بخشش و مهربانی را دوست داری، پس از من درگذر و من را ببخش. در استغفار و توبه به درگاه الله ذوالجلال در آغاز ضروری است که انسان اول گناه خود درک کنه، اعتراف کنه به گناه خودش. متوجه باشیم بعد از قسوت قلب گاهی دل انسان سخت میشه، به اندازه سخت میگرده که از سنگ کرده سختتر میشه. سنگ هم چیزی به سر تاثیر میکنه، ولی به سر این قلب سخت باز حتی هیچ چیزی تاثیر نمیکنه. بعد از قسوت قلب بزرگترین ابتلا و امتحانی که انسان به او روبرو میشه او است که انسان ندانه که من گناهگار هستم، گناههای خود نبینه. این بزرگترین ابتلا و امتحان است. مثل پسر نوح علیه السلام میبینی معترف به همون گناهاش نیست، میگه بیا علی در پهلوی ما قرار بگی، در کشتی سوار شو که نجات پیدا کنی. میگه سآوی الی جبل یعصمنی من الله. هنوز هم آماده نیست، چون متوجه همین چیز نیست. پس یکی از ابتلاعات بزرگ بعد از قسوت قلب چیست؟ است که انسان ندانه که من گناهگار هستم. پس متوجه شدن به گناه خود، اعتراف کردن به گناه، این گام محکم و استوار است که انسان به سوی استغفار و توبه میبردانه. و بعد از او انسان یعنی ترس از عذاب الله در قلب انسان پیدا شود، ترس از عذاب الله. و این هم یکی از بزرگترین ابتلاعات است، وقتی که انسان از عذاب الله نترسه. سعی کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی چند ابری را اگر میدیدن که بالای هم دیگر آمد ابرها و چیزا، میترسیدن، گاهی بیرون میبرآمدن و داخل میآمدن از اینکه نشود عذاب الله نازل شود، با وجودی که الله اطمینان داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمودن و ما کان الله معذبهم وانت فیهم. تا تو در میان اینها هستی ای رسول الله، الله اینها را عذاب نمیکنه. یعنی تا که تو وجود داری عذاب الله بر بالای اینها نازل نمیشه. باز هم اینقدر ترس از عذاب الله. ولی تعدادی هستن
به اندازه مطمئن است که از یگان امور طبیعیش ترس داشته باشه، ولی اینقدر قمچین های الهی که زده میشه هیچ کدام بیدارگری داری دیده نمیشه که این انسان بیدار شده باشه. هیچ نوع خوفی داری دیده نمیشه که از این ترس داشته باشه که نشه الله از پیش من انتقام بگیره. و این را باید خوب بدانیم که دو خوف یک جا جمع نمیشه. انسان مؤمنی که در این دنیا از عذاب الله میترسه و از ترس عذاب الله اعمال شایسته را انجام میده و به سوی الله رجوع میکنه و توبه میکنه، باز در او آخرت در امن و امان است. اما او کسی که عالی در امان است، ترسی از عذاب الله نیست، باز اوجا خوف در انتظارش است. از جهت میگن که لا یجمع الله بین خوفین، دو خوف جمع نمیکنه که در دنیا هم انسان مؤمن در ترس و لرز باشه و در اوجا هم باز دیگه عذاب، یا در اینجا بیغم باشه، هیچ هر چیزی کرد و هیچ کدام ترسی از عذاب الهی نباشه، باز در اوجا هم بیغم بمانه. جهت انسان مؤمن به این مأمور است که به سوی الله رجوع کنه و استغفار، توبه، رجوع به سوی الله ذوالجلال این سبب نجات و کامیابی انسان میگرده، هم در دنیا و هم در آخرت. حتی در امور دنیایی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب. کسی که همیشه استغفار میگه، زبانش در سر زبانش همیشه استغفر الله هست، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طبعا سر به زبان کافی نیست که در عمل هم را تطبیق کنه. میگه کسی که زیاد استغفار میکنه، همیشه مصروف استغفار است، هر هم و غمی که داره الله او را رفع میکنه، دور میکنه. هر تنگی که حتی در امور دنیاییش احساس میکنه الله او را میبرداره. و رزق و روزیش، رزق و روزی از راه های برش الله ذوالجلال رزق و روزی میده که هیچ گمان نمیبود. چون اصلا سبب حرمان یک انسان از رزق و روزی هم رسول الله صلی الله علیه و سلم امی گناه ها را فرمودن که ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه. گاهی از رزق و روزی انسان محروم میشه به سبب گناهی که مرتکب شده. پس وقتی که استغفار میکنه میفرماید که رزقه من حيث لا يحتسب، از راه های باز الله راه ها را برش باز میکنه، راه های رزق و روزی را که هیچ گمان نمیبود. و در فضیلت استغفار طبعا احادیث و آیات بسیار زیاد و متعدد است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که طوبى لمن وجد في صحيفته لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. خوشا به حال او کسی که روز قیامت میآید و صحیفه اعمالش از استغفار پر است، در صحیفه اعمالش استغفار زیادی را در میآورد، میبینه. خوشا به حال او کس. یا گفتن که طوبى درختی است در جنت که در زیر سایه از او 100 سال یک اسب حرکت نکنه. چون این نعمت ها در اوجا به خاطر کدام شخصی است؟ به خاطر همون کسی که در نامه اعمالش استغفار زیادی را میبینه. استغفار چیزی است که تو را پاک میسازه. شیطان حتی ابلیس وقتی که تصمیمش اعلان میکنه میگه که الله لاغوینهم اجمعین، من بنده های تو را همه را اینا را گمراه میسازم، ای الله اینا را از تو دور میسازم، باعث ناکامی از اینها میگردم، اینها را به گناه ها آغشته میسازم. الله ذوالجلال میفرماید لاغفرن لهم ما استغفرونی، تا وقتی که استغفار میکنن ما میبخشم برشان، به هر اندازه که تو بسری از اینها گناه انجام بدی، ولی تا وقتی که اینا استغفار میکنن، توبه میکنن، به سوی الله رجوع میکنن، ما اینها را میبخشم. پس استغفار در حالتی که یک تقصیر و کمی و کوتاهی از انسان صورت میگیره، در اون وقت یک امر لازمی و ضروری است. حتی استغفار عبادتی از بزرگترین عبادات است که بعد از انجام عبادات هم شریعت ما را امر میکنه. نماز خواندن، نماز بزرگترین عبادت است. ذکر الله هست، سجده میکنی، رکوع میکنی، الله را به بزرگیش یاد میکنی،
ایره هم که ختم میکنی نشوه که کدام تقصیری از تو صورت گرفته باشه بعد از نماز مباشرتا به چیزی که آغاز میکنی استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حج بزرگترین یکی از ارکان اسلام، حجم که انجام میتی ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله، یعنی بزرگترین عبادات هم که انجام میتی باز هم به سوی الله باید رجوع کنی، استغفار کنی. چه جایی که بعد از تقصیر که همه یعنی سر و پا ما شما از تقصیر هستیم، هیچ جایی که ما از گناه خالی نیستیم. هیچ کسی دعوا هم کرده نمیتونه، هیچ کسی دعوا کرده نمیتونه که من گناهگار نیستم، گناه ندارم. اگر دعوا هم کنه دعوایش باطل است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ما بعد طبعا بغیر از انبیاء کرام، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کل بنی آدم خطاء لیکن و خیر الخطائین التوابون. هر بنی آدم خطاکار است، گناه لغزش سر میزنه از پیش، ولی بهترینشان کدام است؟ اما کسانی که رجوع میکنن به سوی الله ذوالجلال. و الله هم ذاتی که تو به هر اندازه که رجوع میکنی به سوی الله تو را به خود نزدیک میکنن. نمیگه که تو اینقدر گناه کرده، اینقدر گناه های زیاد کرده، برو دیگه من دیگه تو را نمیپذیرم، به من نزدیک نشو. نه خیر، تو به هر اندازه که زیاد گناه کرده باشی با تو محبت میکنه، محبت تو محبوب الله قرار میگیری. الله میگه ان الله يحب التوابین. سبحان الله، چقدر یک ذات کریم و مهربان است. الله به توبه بندش خوش میشه. حتی در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عجیب تصویری را نشان دادن در حدیث، گفتن یک شخصی در یک صحرا میبره، شتر داره، در سرش بار است، آب و خوردنی و چیزایش گم میشه، از پیش میگریزه شتر، در صحرا میمونه، هر طرفی که میدوی طرف تشنه میشه، گرسنه میشه، ولی از تشنگی جان میته دیگه پیدا نمیکنه، ببینه که دیگه چیز نیست، یک سایه را پیدا میکنه و زیر او سایه را یک کمکی میکنه و میخواه که اموجا بخوابه و آخرین لحظات زندگیش در اموجا سپری کنه، خلاص اموجا جان بوده. یک دم ناگهان بیدار میشه، میبینه که شترش با امو آب و خوراکه و چیزی که هست در پیش رویش استاد است. میگه از دست زیاد خوشحالی را میگه که اللهم انت عبدی و انا ربک. از خوشحالی زیاد یعنی زبانش میلخشه، خطا میکنه، میگه که تو بنده من سوای الله تو، از دست خوشحالی زیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الله افرح بتوبه عبده من هذا. الله از این شخص کرده هم به توبه بندهش بیشتر خوشحال میشه. چقدر ذات کریم است، ذات مهربان است. ای انسان، ای مسلمان، الله داریم چون این ذات کریم و رحیم و مهربانه که دروازه توبه او تنها بروی ما و تو مسلمان و مؤمن نه، بلکه یهودی که غیر الله نمی پرسته، عزیر ابن الله میگه، یهودی که به الله توهین میکنه میگه بل غلت میگه که ید الله مغلوله غلت ایدیهم. نصارایی که اونا عیسی را ابن الله میخوانن، عیسی را بچه الله میدانن، با الله شریک قرار میدن، میگن که سه خداست. با وجود تمام این کفریاتشان حتی اونها را هم الله ذوالجلال خطاب میکنه، عجیب خطاب است، میفرماید که افلا یتوبون الی الله و استغفرونه. آیا به سوی الله رجوع نمیکنن، استغفار نمیکنن، طلب مغفرت امی گناهایشان نمیکنن؟ از اونها یعنی اونها اگر توبه کنه، استغفار کنه، الله اونها را میبخشه. آیا موت را نمیبخشه؟ منافقینی که الله میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، فورا میفرماید الا الذین تابوا. این منافق بزرگترین دشمن اسلام و مسلمان ها، ولی اگر توبه کرد الا الذین تابوا، توبه کننده هایش، توبه اونها را میپذیره. یک شخصی که با الله شریک قرار میده، یک شخص زناکار، زنا چقدر قبیح است، شخص قاتل که چقدر گناه بزرگ است، چقدر وعیدات خطرناک وارد شده، اینها وقتی که توبه کنن الله ذوالجلال توبه اونها را میپذیره. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
و من یفعل ذلك یلقى اثاما. کسی همین کارا رو انجام میده، با الله شریک قرار میده، قتل میکنه، زنا میکنه، این خوب به سزای اعمال خودش حتما میرسه. اینها بزرگترین گناه ها را انجام دادن، بلکه یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذاب هایشون چند میگرده در روز قیامت. و یخلد فیه مهانا، ذلیل و رسوا در همون عذاب ها میمانند. باز چی میفرماید؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا. سبحان الله. همین انسان ها با همین قدر جرمشان وقتی که توبه میکنن، به سوی الله رجوع میکنن، ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، الله ذوالجلال چی میفرماید؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا. چی میکنه؟ اینها را میبخشه. نه صرف بخشیدن، نه، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. سبحانك یا رب، سبحانك. نه تنها بخشیدن است، بلکه الله گناه های اینها را به حسنات مبدل میسازه. هر قدر گناهی کرده تمام گناهایش به حسنات. اگر 1000 گناه کرده او را خود میبخشه، 1000 نیکی برش فور. اگر 10,000 گناه است او را میبخشه، 10,000 نیکی فورا برش. چقدر ذات کریم و مهربان است. پس ما و تو بنده مؤمن و مسلمان اگر به هر انداز تقصیری داریم، به هر انداز سهو و خطایی از پیش ما سر زده، الله کریم و مهربان میگه لا تقنطوا من رحمت الله یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای بنده های من، او کسایی که بسیار زیاد گناه انجام دادن، به سر خود ظلم کردن، تجاوز کردن به ارتکاب گناه، میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله همه گناه ها را میبخشه، همه گناه ها را، چون این یک ذات مهربانی. پس چرا به سوی از رجوع نکنیم؟ یک شخص را یک وقت ما دیدم، گفتم ما برادر چرا در نماز جماعت حاضر نمیشی؟ میگه من اینقدر گناه ها کردیم دیگه کدامش توبه کنیم؟ 1 تا نیست، 2 تا نیست. قدر ناامیدی در مقابل چنین پروردگار، چنین خالقی، چنین خالقی رحیم و کریم و مهربانی که تو را آفریده و باز به اینقدر مهربانی با تو تعامل میکنه، تو از او دور میگریزی، تو از او فرار میکنی. الله بسیار کریم است، به اندازه کریم است که وقتی که میگه یک بنده به سوی الله رجوع میکنه، الله میگه اذنب عبدی ثم استغفر. بنده من میگه گناه کرد، باز طلب مغفرت گناهایش کرد، باز میگه که اذنب عبدی، باز گفت اللهم اغفر لی، باز میگه الله گناه مرا بخش. میگه اذنب عبدی فعلم ان له ربا یغفر الذنب و یاخذ به. پس دانست که پروردگاری داره که گناهی را میبخشه و با گناهایی را مؤاخذه میکنه، به سوی من رجوع کرد. وقتی که رجوع میکنه الله میگه اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هر چی میکنیم ما گناهی تا بخشیدم. سعی کنین حدیث امیدوار کننده دیگری الله این لحظه به ذهنم آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که در یک حدیث قدسی میگه الله ذوالجلال میفرماید یا ابن آدم، ای ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك ولا أبالي. چقدر کریم است، مهربان است. کدام یکی ما تو، درست هر یکی ما گناه داریم، لیکن کدام انسان است به اندازه گناه داشته باشه؟ میدونین معنی عنان السما چیست؟ یعنی به اندازه گناه داری که کل زمین پر کرده گناه های تو، و باز از زمین همون تو بالا رفته بالا رفته بالا رفته تا ای که به آسمان رسیده، به آسمان. یعنی تمام زمین از گناه های تو پر شده. الله میگه که ای ابن آدم، اگر همین قدر گناه هم کرده، ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالي، باز مغفرت خواسته از من، استغفار کرده، گناه های تو میبخشم و هیچ باکی نداره. پس چنین یک ذات کریم و رحیم و مهربان داریم، تا چه وقت دیگر صبر میکنیم؟ تا چه وقت دیگر فرصت داریم که باز به سوی الله برگردیم، به سوی الله رجوع کنیم؟ کدام یکی ما اطمینان داریم که شاید باز تا فردایی باشیم، تا پس فردایی باشیم؟ همین لحظه بیاین به سوی الله پس رجوع کنیم، به سوی الله برگردیم،
و از همین لحظه تلاش کنیم که تمام لحظات خدا، تمام اوقات خدا از بجای به چیزهای بیهوده و استغفار مصروف کنیم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم، و کسی که هیچ گناهی نداره، معصوم است، او میفرماید که ما روزی بیشتر از 70، در یک روایت بیشتر از 100 مرتبه استغفار میگویم. ما تو اگر روزی هزارها مرتبه بگیم کم است با این تقصیر ما. بیاین به سوی الله برگردیم. به هر اندازه گناه کردیم، الله ذوالجلال میفرماید من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. هر انسانی که کار اشتباهی، گناهی، خطایی، هر گناهی از پیش سر میزنه، سر خود ظلم است. در حقیقت هر گناه ظلم است به سر نفس. باز به سوی الله برمیگرده، استغفار میکنه، میگه یجد الله غفور الرحیم. الله ذوالجلال غفور و رحیم، بخشاینده و مهربان در میآورد. الله بخشاینده و مهربان است. الله جل شانه توفیق عمل به چیزهایی که گفتم، اول توفیق عمل به خودم و ثانیاً به شما تمام شنوندگان گرامی نصیب کنه. الله ذوالجلال با این توبه و استغفاری که به توفیق الله ذوالجلال ان شاء الله ما شما انجام میتیم، این ابتلا، امتحان و مصیبتی که به سر امت اسلامی و به سر همه انسان ها آمده، الله ذوالجلال این از سر ما برداره. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.